سلام خدمت شما عربی آموزان عزیز. امیدوارم که انشالله کلکم بالخیر و العافیه. انشالله که حال دلتون همیشه عالی باشه. با یک آموزش مکالمه عربی با لهجه کویتی در خدمت شما هستیم. عزیزانی که تازه به کانال یوتیوبی ما پیوستین، حتما زنگوله نوتیفیکیشن رو بزن و اگر مشترک و سابسکرایب ما نشدی حتما گزینه سابسکرایب و اگر یوتیوبت فارسیه مشترک شدن رو بزن تا آموزش ها رو از دست ندی. خب تو این آموزش لهجه کویتی رو با یک کلیپ کوتاه کویتی باهاتون کار میکنیم. بزن بریم. گوه. خب این خانم اومده جای شوهرش و میگه گوه. گوه یعنی خدا قوت یا همون سلام، یک نوع سلامه، یک نوع عرض سلامیه در لهجه کویتی. گوه. گوه یعنی سلام یا خدا قوت. اینو اینجور معنی کنیم براتون. یک اصطلاحه. الله يقويك. شوهرش برمیگرده. ببین در جواب گوه شما باید بگی الله یقویک اگر مؤنث بود، اما اگر یک آقا بهت گفت گوه شما باید بگی الله یقویک، اما اگر خانم بود الله یقویک. که شوهرش به این خانم گفت الله یقویک در جواب گوه. تأخرتي. باز شوهرش به خانومه گفت تأخرتی. تأخرتی. یک بار دیگه بشنوید. تأخرتي. ببین دوست عزیز، تأخرتی خطاب به مؤنث میاد، یعنی دیر کردی. اگر آقا بود میخوای بهش بگی که دیر کردی، تأخرت یعنی دیر کردی، تأخرت یعنی دیر کردی. اما اگر قرینم نبود، اگر برای خودت هم میتونی بگی تأخرت یعنی دیر کردم، اما هم تأخرت هم به معنای دیر کردم و هم دیر کردی میشه، بستگی به اون قرینه کلامی و اون قرینه حالیه داره. که اگر خطاب به کسی بگی یعنی دیر کردی، اما اگر خطاب خودت بگی برای کسی یعنی دیر کردم. تأخرتی به خانمش میگه تأخرتی یعنی دیر کردی. هذا صالون. یک بار دیگه این قسمتشو گوش کنید. مبروك. 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 تأخرتي. كل هذا صالون. كل هذا صالون. کل هذا صالون. شوهرش بهش بعد از اینکه گفت دیر کردی بهش گفت کل هذا صالون. ببین کل هذا یعنی همه این مدت، همه این وقت رو، تا همین الان. کل هذا یعنی کل این مدت رو. صالون یعنی توی سالن بودی، سالن آرایشی. منظور همون آرایشگاه رو سالن میگن. مت من اليوم. خب بعد شوهرش بهش میگه که یک بار دیگه گوش کنید اینجا رو. تأخرتي. كل هذا صالون. صالون همه این مدت تو سالن بودی. مت من اليوم. مت من اليوم. مت من اليوم. مت من اليوم. مت یعنی مردم. مت یعنی مردم. من یعنی از، یوع یعنی گرسنگی. مت من اليوم یعنی مردم از گرسنگی. این اصطلاح خودش خیلی کاربردیه، حتما حفظش کن. مت من اليوم که در عربی خلیجی، اما عراقی ها میگن مت من الجوع، اما در خلیج مت من اليوم یعنی از گرسنگی مردم. شوهرش میگه. یه بار دیگه هم گوش کنین جمله کاربردی رو. تأخرتي. كل هذا صالون. مت من اليوم. مت من اليوم. مبروك. بعد خانومه به شوهرش میگه که مبروک. مبروک یعنی مبارکه. مبروک یعنی مبارکه. مبروك. بعد شوهرش میگه مبروک تعجبی. مبارکه. على شنو؟ على شنو؟ على یعنی برای شنو یعنی چی؟ على شنو؟ مبارکه. على شنو؟ برای چی مبارکه؟ على شنو؟ علا شنو؟ نه على با عین باید بگید. على شنو یعنی بر چه چیزی مبارکه، به چه خاطر، به چه علت. على شنو؟ علا یعنی بر، شنو یعنی چی. یه بار که گوشش کن. بتصير مبروك. خانمش میگه مبروک. مبروك. مبروک. على شنو؟ بتصير بتصير ابو یعنی بتصير ابو یعنی پدر شدی. بتصير ابو یعنی پدر شدی.
بتصير یعنی شدی، ابو یعنی پدر، بتصير ابو. خیلی تعجب میکنه. شنو؟ یعنی چی؟ یه بار دیگه گوش کن. مبروك. مبروك. على شنو؟ بتصير أبو. بتصير ابو. شنو؟ شلون يعني بصير ابو؟ شلون يعني بصير ابو؟ یعنی چطور؟ یعنی پدر شدم؟ بصير ابو یعنی پدر شدم. بصير ابو یعنی پدر شدم. يعني اليوم أنا رحت یعنی اليوم خانومه داره میگه، یعنی این که اليوم یعنی امروز. ببین دوست عزیز، اگر یومو بدون الف و لام بگی یوم یعنی روز، معنیش یعنی روز. اليوم یعنی امروز، یک الف و لام که اولش میاری یعنی امروز. یوم یعنی روز، اليوم یعنی امروز. این نکته هم یادت باشه. حالا خانومه میگه اليوم. شلون يعني بصير ابو؟ يعني اليوم أنا رحت المختبر. اليوم أنا رحت المختبر، يعني اليوم يعني امروز رحت. أنا يعني من، رحت يعني رفتم، رحت يعني رفتم. المختبر يعني آزمایشگاه، المختبر يعني آزمایشگاه. امروز رفتم من آزمایشگاه وطلعت النتيجة بوزيتيف. طلعت نتیجه پوزیتو. نتیجه و جواب آزمایش مثبت شد. پوزیتو یعنی اون کلمه انگلیسیشه که به معنای مثبت شدنه. شلون يعني بصير ابو؟ يعني اليوم أنا رحت المختبر وطلعت النتيجة بوزيتيف. طلعت نتیجه پوزیتو یعنی جواب مثبت شد، جواب آزمایش مثبت شد. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشی. حتما لایک کن و به عربی یه جمله به لهجه کویتی طبق همین درس که یاد گرفتی رو برام کامنت بنویس. توی کامنت ها نگران اشتباهش هم نباش، ما تصحیحش رو انجام میدیم. و در ضمن آموزش های قبلی کانال رو هم ببین. موفق باشی. فیمان الله، مع السلامه.